ایمان کامل و ایمان نورانی از آن کسی هست که با زن نکاحی خود معامله خوب دارد. کسی با زن معامله خوب داشته است، پیامبر جهت ایمانداریش تعریف کرد. گفتی آدم ایمانداره که با زنش معامله خوب میکنه. برادرها باور که همین مردکایی که با زن رفتار زشت میکنن، ای به که مسلمان ابویی که با زنت معامله خوب، ای به این چیزا شکلی که مسلمان میگه نمازات تبع خوان، حالا که وظیفه جانیشه. آمار پیامبر نازنین ما با زنها چه معامله داشت؟ تو کی؟ نخواد زن تحقیر کردن، زن زدن، زن طلاق کردن همین نشانه جوانمردی باشه. اگر این نشانه جوانمردی میشی، ولی این اصحاب پیغمبر و این صاحبای مذهب همش همین کار را چنگ میزدن. لایکی